قشلاق ما پونوک نام دارد. همه ما در این سرزمین تولد یافته ایم. ما بریگاده ویتران ها چطور جمع اومدیم. هر یکی خود آمد. روزی بین خود مصلحت کرده و پرولین کلخوز را سپار شدیم و در آنجا گفتیم به ما زمین دهید. ما کار کردن میخواهیم. ما را فهمیدند. موی سفیدان هم به کلخوز یاری دادن میتوانند. ما هر یک پرچه های این زمین را خوب میدانیم. چند سال پیش از این بیابانی خشکی اشت بود و اون وقت به کانال کابی شروع کردیم. به زمین تشنه آب رساندیم. بریگاده ما از 30 نفر عبارت است. زمین باشد 150 هکتار. در اون زمین پخته، لوتسیرن، جوار مکه، باغ‌ها میرویند. بهاران هوا کریم. چگونه حاصل می شود؟ یکدیگر رو ما از خردی میشناسیم، میدانیم. بعضی ها آبمان، بریگادیر، رئیس، دیگری آموزگار، کارگران ساختمان بودند. انا حالا ما چون یک عائله یک جا کار میکنیم، همراه استراحت میکنیم. وقتی که جوان بودیم جنگ سر شد و همه ما برای مدافع زمین خود به فرانت رفتیم. همین طور شد که 300 کس رفت، لیکن 60 کس برگشت و خلاص. حالا زمانی خوبی است. بچه ها کلان شدند، نبیره ها سلامت، زیبا. باز چه هم لازم؟ اگر فکر کنیم به آدم کمی لازم. اساساً از تو به آدمان خوبی رسد. دانی که کار نیک کنی، نیکی هم به تو برمیگردد. زمین هم همین خیل. خوبی کنی وی هم در نزد تو قرضدار نمیماند.
خوب است که هر سال بهار می آید. ما باز در تشویشیم. پارسال ما از زمین نوکارم از هر گکتر 40 سنتنری پخته جمع آوردیم. اما حاصل امساله چه خیلی می شده باشد؟